بچه چطورید؟ خیلی خوش اومدی به این ویدیو. امروز اومدیم با یه ویدیوی جدید. برابکس داخل این ویدیو قراره 4 تا از مهمترین نکته‌های هدشات فری فایر رو بهتون معرفی کنم که اصلا ببین رفتم گشتم من یوتیوبر رو از سابقه خودم که 4 ساله دارم فری فایر بازی میکنم براتون آماده کردم توی این ویدیو. تا آخر ویدیو این ویدیو رو ببینید که بتونید راحت تر از همیشه و خیلی پرو پلیری تر از همیشه هدشات بزنید. فقط قبلش ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید، چنل منو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید که هر موقع یه ویدیوی جدیدی آپلود کردم اولین نفری که بخوام میشه تو باشی. بچه‌ها بدون معطلی و بدون حرف اضافه برو بریم سراغ ویدیو. خب برابکس گل، اولین نکته‌ای که خیلی باید بهش اشاره کرد و خیلی مهمه سنسیویتیه و سنسیویتی من اینه. من در حال حاضر با این سنسیویتی دارم انقدر خفن هدشات میزنم و خلاصه از خیلی راضیم. فقط الان برای هدشات با هر گانی، یعنی هر گانی که شما میخواید با هدشات بزنید، دوتای اولی و آخری مهمه، یعنی جنرال و رد دات و فری لوک، همین سه تا مهمه، بقیهش باشه اسکوپ و اسنایپر و اینا. و از سنسیویتی گذشتیم و بهتون یاد دادم که مثلا چطوری جنرال و اینا رو همه رو تنظیم کنید. بریم سراغ کنترل که تا اینجا کاری نریم، میریم سراغ آخر کنترل. بچه اگه میخواید از من بپرسید که چه کنترلی بذاریم، به نظر من آخری، یعنی اینی که دارم کلاسیکو نیوش میکنم، حتما اگه موبایل پلیر رو میخوای خیلی خفن و خیلی راحت تر هدشات بزنی، به نظر من با روی نیو بذاری. همه کسایی که الان پرو پلیرن و یوتیوبر شدن همیشه قبل از اینکه روی کلاسیک بزنن روی نیو گذاشتن و قشنگ تمرین کردن و تونستن و خیلی راحت تر تونستن هدشات بزنن و من خودم ازشون پرسیدم تا اومدم بهتون میگم. خودم هم سابقم همینه، یعنی با نیو خیلی بهتر هدشات میزنم. خب برابکس گل بریم که توی ترنینگ سه تا نکته آخرم بهتون بگم. برابکس گل، از اونجایی که دیدید سنسای من 200 بود همش، یعنی چی؟ یعنی این که من چیزم SMG پلیرم و اصلا وانشات نمیتونم پلی بدم. یعنی اگه شما میخواید سنساتون رو روی 200 بذارید باید حتما SMG پلی بدید و SMG من خدا وکیلی خیلی قویه و اینکه اصلا وانشاتم جدی خوب نیستش. الانم دستم گرم نیست، نمیتونم درست پلی بدم و سرعت استفم پایینه. و اینکه اگه میخواید مثلا سنس وانشات بچینید، من یه برنامه‌ای دارم که الان میتونی اسم هر گوشی رو که بزنی برات سنسیویتیشو فراهم میکنه و خیلی برنامه خفنیه. برنامهش مستقیم برزیل ساخته شده. و بریم سراغ دومین نکته چیزی نیستش جز دکمه. سایز دکمه کجا باید دکمه رو بذاریم که بتونیم راحت تر هدشات بزنیم و اینا. بچه به نظر من، یعنی بذار قبلش یه چیزی رو بگم، الان ترکیب چیز من اینه، من دو انگشتی پلی میدم فعلا در حال حاضر، چون گوشیم خرابه دو انگشتی پلی میدم. و به نظر من اگه میخواید SMG پلی بدید سایز دکمه رو بین 60 تا 70 بذارید. اگه میخواید وان شات پلی بدید 50 تا 60، یعنی یه چیزی بینشون، مثلا 55 اگه میخواید وان شات پلی بدید. اگه میخواید SMG پلی بدید بین 65 تا 70، یعنی 65. و اینکه من الان چون SMG پلی میدم گذاشتم روی 61، بهترین به نظر من اینه. و بریم سراغ دومین مسئله که کجا بذاریمش. به نظر من کسایی که وان شات پلی میدن بذارن روی 50 بین 50 تا 60 و اینجا بذارنش. اگه میخوای که SMG پلی بدی بذار 60 بین 60 تا 70 و اینجا بذارش که بتونی راحت تر هدشات بزنی. برای وان شات هم اینجا خیلی خوبه. و اینکه بریم سراغ سومین نکته چیزی نیستش جز کشیدن به سمت بالا. مثلا من الان به دکمه تیرم دقت کنید، من یه ذره خمش میکنم بعد میکشم بالا، یه ذره خمش میکنم بعد میکشم بالا. به نظر من اینطوری خیلی بهتره، هم میتونید SMG بازی کنید باش، هم میتونید وان شات هم پلی بدید. مثلا الان دیدید من قشنگ وان شات هم هد زدم چون مثلا دکمه تیرمو حرفه‌ای کشیدم بالا. خیلی خوبه بچه‌ها. اینم سومین نکته بود. بریم سراغ آخرین نکته. خب برابکس آخرین نکته‌ای که من میخوام بهتون بگم اصلا نکته نیستش و من یه اشتباهی کردم.
آخرین نکته من میخوام برم توی اون برنامه و برم توی این برنامه‌ای که همه سنس ها رو براتون فراهم میکنه بهتون نشون بدم که ببینید همه سنس ها برای همه مدل گوشی ها رو براتون فراهم میکنه. فقط من الان برم توی برنامه و بهتون بگم که این برنامهش مثلا ببینید که خودتون ببینید که همه مدل گوشی ها رو چیز میکنه و اینکه شما اگه میخواید سنس مورد نظر گوشیتون رو پیدا کنید فقط کافیه توی کامنت ها مدل گوشیتون رو برای من بنویسید. منم میرم توی اون برنامه مدل گوشی رو میزنم و براتون همونجا کامنتش میکنم، چون من نمیتونم برنامه رو جایی بذارم، نه تلگرام دارم نه روبیکای نه چیزی فعلا، چون خیلی سابسکرایبرم کمه، 77 نفریم. فعلا نمیتونم بذارم چون کسی نمیادش و اینطوری خیلی بده. و برو بریم آقا، برو بریم سراغ برنامه. آقا برابکس گل برنامه ای که من میگفتم اینه و همه مدل، یعنی ببین اصلا همه مدل گوشی ها رو داره. اصلا نوکیا رو ببین، نوکیا رو هم با این نوکیایش داره. بچه ها مثلا میاید اینجا، خب مثلا گوشی من چیه؟ گوشی من هاویه. میاید اینجا مثلا هاوی، نه این که هاوی نیستش، میاید بالا هاوی کجاست؟ آها هاوی. گوشی من چیه الان؟ ببین همه مدل گوشی های هاوی رو داره. اصلا ببین پیو نمیدونم چیو همه رو داره. مثلا گوشی من وینوه، اینجا سنسیویتیشو گذاشته و خیلی خوبه. مثلا دی پی آی گذاشته، سایز دکمه تیر گذاشته که 69 دید، من بهتون گفتم 69 62 61 اینا خیلی چیز خوبیه. اگه مثلا میخواید دی پی آی نظرید اینجا روی نو دی پی آی میزنید، اوکی میزنید و یه سنس جدید بدون دی پی آی بهتون میگه و دکمه تیرش هم تغییر کرد، یعنی 37. و بریم ببینیم که گوشهای سامسونگ هم داره همه مدل‌ها. بریم گوشه سامسونگ، آها سامسونگ، خب ببین اصلا همه مدل سامسونگ ها رو داره، از جی بگیر و ای بگیر و همه رو ببین به ترتیب همه رو داره، همه رو داره. و برو بریم که برسیم به آخر ویدیومون. برابکس گل من 4 تا نکته رو بهتون گفتم که با این نکته میتونید خیلی راحت تر هدشات بزنید، چه وانشات چه اس ام جی. و دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه بودید و خیلی ممنونم. خلاصه بچه‌ها حمایت کنید که من به 1,000 سابسکرایب برسم، بزرگترین آرزوی من اینه. دمتون گرم. فقط قبلش یادتون نره توی کامنت رو برای من بگید، اسم گوشیتون رو کامنت کنید، من بیام سنسشو براتون بگم. دمتون گرم. فعلا تا یه ویدیوی دیگه، بدرود.